تا حالا دقت کردی که راه حل‌های زندگی چقدر محدود به نظر میان؟ زمان با چه سرعتی میگذره؟ قبل از اینکه بفهمیم متوجه میشیم که راه حل‌ها اندک و دور از دسترس هستن. در نتیجه خیلی چیزها ثابت میمونن. اونقدر ثابت که حتی فکر تغییر دادنشون خنده‌دار، حتی شگفت‌انگیز میشه. این بخشی از کتاب قطعه‌ای از گذرگاه باغ اثر مارگاریت دوراس هست. درست با نثر تأمل برانگیزش ما رو دعوت میکنه تا به گذرگاه بی امان زمان و اون سرسختی که به زندگیمون تحمیل میکنه فکر کنیم. این یک یادآوری لطیفه که لحظه های زودگذر رو گرامی بداریم و درک کنیم که با وجود چیزهایی که تغییر ناپذیر میمونن، ما هنوز قدرت شکل دادن به واکنشمون رو داریم. بالاخره در پذیرش محدودیت‌های زندگی اغلب آزادی واقعی رو پیدا می‌کنیم.